بچه‌ها خیلی چطور خوش اومدید به ویدیو دیگه. من امروز قراره تمام وسایل آرایشیمون رو داخل کیش هامون بچینیم و سرگرم شیم. امروز یک شبه و ما جمعه شب از شمال اومدیم و من هنوز وسایلامو نچیدم توی کیش هام. فردا شبم دارم اینا میان از شمال خونمون و من گفتم که بیام با شما این کارو بکنم. خیلی حوصله‌تون سر نمیبرم، بریم سراغ وسایل. من قبلش چیزی بگم، من یه سری وسایل رو به شمال نبردم و تو که شما هست اونایی که شمال بردم میچینم. من این براشامو فقط مثلا 2 تا ازشونو به شمال بردم، ولی خب الان همش نگه بردم که دوباره بچینم. ولی خب خیلی ازش استفاده نمی کنم. این نور یا این نور بگید. رو کنن ترجیح میدم. من بهتون نشون میدم کلر بازم تا با یه استیکی ببر اینا رو میبرم که با اینا ست خریده بودم. از این امبروش سیلیکونی هست. وسط رو اینجا ها میذارم. اینم این گوشه میذارم، بعد اینم میذارم، بعد اون میذارم. اینجا هست فقط این دوتا رو من بردم شمال که گذاشتم. باید من همه رو در بردم که با هم بچینیم. سایزشه سایزیه که همه استفاده میکنن، یعنی سایز کاربردی ترین سایز همون. از این رنگش دارم. این کوچولو است. بین همه اینا این کوچولو رو اینو برده بودم. این کوچولو هم کلا هم یه دونه بردم که الان میچیم همشون. این پارتمون هم تموم شد. بریم سراغ پارت بیوتی بلندرامه که خب من هیچ کدوم از اینا رو استفاده نمی‌کنم فعلا، یعنی نمیبرم با خودم شمال. اینو برم که کلا دم دستمه و یه دونه از اینا رو، حالا هر کدومشونو. اینم همیشه جاش اینجاست که نمیبرم با خودم جایی بیشتر، ولی خب این پارت هم دیگه کلا اینا چیده بود، فقط این دوتا رو گذاشتم. گفتم دیگه همینجا بهتون نشون بدم. این پارت که قرار کامل شه، من اینو تو همین پارت میذارم که اینجا گذاشته بودم. اول من لایه پایین پرد بردارم. ملم گلاس رود چیزت ریملم. این ماژیکیه. خط چشم مدادیتوره از کیکو، رنگ قهوه‌ای که بیشتر با این لیپ گلاس هم ستش میکنم. جا دیگلم خیلی ترنده شده بود از این کلافیا. این بعدی اینه، رنگی بوش خیلی خوبه. روژ از کلینیک. اون وسط رو جا بمونه میذارم بعدا. این پارت تموم شد. این پارت که ترکیده بخوایم تا اول اینجا درست کنم. چیزی روژگونه کرایی شکلم رنگ لاف کی که اینجاست شاش تو این دوتا هست هر جاشون. بعدی این خیلی کیوته واسین. از این روژ کراییه که به من و دوستم به اسم شانسی فروختن و گفتن رنگ شانسی در میاد، ولی خب نبود چون قرمز نارنجی بود. ولی خب مال دوستم بیشتر به قرمز میزد، مال من بیشتر به نارنجی. سرفسه این بالم لبا که طرح دیوره این بر چون راحت‌تر جاش شد. این بالم لبایی که اوکالیپتوس هم و حجم دهنده و نه حجم دهنده که نه، با دمای بدنتون رنگش تغییر میکنه، حرارتی. این بالم لبه که فکر میکنم 4 ماه هم نشده دارمش، خیلی خوب رنگش رفته. بالم لبا خیلی کیوته که خیلی گوگلیه و من اینو تو کیف کلاس زبانم میذارم یا بیرون بهتون نشون بدم. این قدیم مونده ازش. بعدی یه دونه لیپ گلاس ژل آلوورا که ژل آلوورا اصله، ولی خب رنگ میده و یه جوره اونم حرارتیه. لبم یه جوری حرارتیه ولی خب رنگ میده. آینه داره، یه آینه خیلی خیلی کوچولو که خیلی به نظر من کیوته. هلو
روشگونه اولیبولاه اگه اشتباه تلفظ نکنم که نظرتمون راجبش توی ویدیو دیگه دادم. به نگاه کنید. لیپ گلاس بیرنگ حالت لیپ اویله که من از H&M گرفتم. بزنین بهتون نشون بدم. و کاراملشه، خیلی خوشمزه طور که نه خوشبوه، مزه خاصی نداره. جلویی که دارین میبینین هم لیپ گلاسن، درست دارین میبینین و واقعا هم قشنگن. هر دوتاشون تکه ولی خب من دوتا رنگشو دارم. آره گوگلی بوگلی جیبت هم میتونی بذاری. رنگای دیگه‌ش هم خیلی قشنگه. لیپ گلاس دیگه خیلی کوچولوه ولی شاین داره خیلی و شفاف طوره بیشتر. تینت لب ژله‌ای شیگلم بذاریم بهتون نشون بدم. اینه هم عسله یا هم بالم لبه واسه شبه. عجون بینگلی هم داشت من گمش کردم. خیلی خوشمزه و خوشبو، کلا نرمه، لبتون هم شبیه عسل میکنه. واقعا عالیه، بگیرید. لیپ گلاسه که رنگش خیلی من روشن گرفتم ولی خیلی 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 قشنگه. یه کوچولو تیرتر باشه روی لب بهتره اگه خالی هم بزنید، ولی خب این یک کوچولو من شبیه میکنه. یه خیلی کم، یکم باید پررنگ‌تر بود. اینجا یادم رفت بیشتر اینجا یا اینجا میذارم که کنار ریمیلم این است. چیزای آرایشی که کلا اینجوری استفاده میشه تموم شد لطفاً. آره و همین. بزنین یه روخ نهایی بهتون نشون بدم. حتی اینجاها رو من یه چیزی میذارم، بزنین بهتون نشون بدم، اشکال نداره. آرایشی حساب نمیشه. اینو بگیر، اینو بگیر داداش. ولی خب با کرم دستش یه پک خیلی باحاله. اینو میذارم. این هم میدونه مام زی بغله که نه خالی بودش و ترکیه‌ایه. برندش هم لایک میه، خیلی خوبه، خوشبوه. آره گوگلی هم که میبینین ناخونگیره. مش اینجا برام تو میخوایم بدونین دوتا ماسک لب دارم، ماسک بینی و پچ زیر چشم. چیزای دیگه است. فلش روشن شد که خیلی خوشحال شدم این ویدیو رو دیدین. خوشحال میشم ساب کنین، لایک کنین، زنگوله رو بزنین و مثلا کامنت بزنین. خیلی 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 کوشم من. دوستتون دارم. تا ویدیو دیگه میبینمتون. خداحافظ.